زوجای فوتبالیستی که درباره اونا نمیدونستین. فوتبال همیشه پر از داستانای عجیب و غریب بوده، از گلای دقیقه 90 که آدمو تا مرز سکته میبرن تا دعواهای حاشیه‌ای مربی‌ها و بازیکن‌ها. ولی راستشو بخواید یه بخش دیگه از فوتبال هم هست که خیلی‌ها روش زوم میکنن: عشق. حالا این وسط فوتبال زنا یه قصه متفاوت داره، چون خیلی از ستاره‌های زن بدون ترس عشقشون رو علنی میکنن. اینجا خبری از پنهونکاری نیست، اینجا بازیکن‌ها خودشون عشقشون رو میذارن وسط زمین. نتیجه هم میشه کلی زوج دوست داشتنی که هواداران نه تنها فوتبالشون رو دنبال میکنن، بلکه زندگی شخصیشون رو هم با ذوق و شوق رصد میکنن. حالا میخوایم در ادامه هم چند تا زوج معروف لزبیان رو بهتون معرفی کنیم و هم چند تا از زوجهای معروف دنیای فوتبال رو بشناسیم. شماره 1: پرنیلا هاردر و مگدا اریکسون. پرنیلا هاردر و مگدالنا اریکسون یه جورایی مثل کپشن پاور کاپل فوتبال زنا هستن. اول همتیمی بودن، بعد دوست، بعد شریک زندگی و حالا نامزد. داستان آشناییشون به چند سال پیش برمیگرده، زمانی که تو باشگاه اسکاندیناوی با هم بازی میکردن و از همونجا رابطهشون شکل گرفت. بعدن هر دو تو چلسی هم تیمی هم بودن و حتی در سالهای اخیر هر دو با هم راهی بایرن مونیخ شدن. یعنی هم تو زندگی شخصی کنار همن، هم تو تصمیمای فوتبالی. این زوج بارها درباره دیده شدن رابطهشون و اهمیت پشتیبانی از جامعه LGBTQ حرف زدن و حتی با مشارکت تو پروژه‌های مثل کاماگوال تلاش کردن که صدای مثبت‌تری باشن برای مسائل اجتماعی. خلاصه اینکه پرنیله و مگدا نشون دادن میشه هم همیشه تو زمین با هم یار باشن و هم تو بیرون از مستطیل سبز عاشق هم باشن. شماره 2: سمکر و کریسی مویس. از گلزنی تا مهد کودک خانگی. باز هم یه زوج دیگه از تیم بانوان چلسی. سمکر همون گلزن آکروباتیک استرالیا که با گل‌های تماشایی معروفه. این روزها نه فقط به خاطر عملکردش تو زمین، بلکه به خاطر زندگی مشترک با کریسی مویس هم خبرسازه. رابطه‌شون چشم رسانه‌ها رو از المپیک 2021 به بعد جذب کرد و رسما از 2021 به عنوان یک زوج شناخته شدن. در ادامه خبر نامزدیشون تو 2023 و اعلام بارداری نشون داد که زندگیشون داره وارد یه فاز پر از عشق خانوادگی میشه. نکته جالب اینه که این زوج حرفه‌ای با وجود فاصله‌های کشوری و تقویم پر از سفر سعی میکنن رابطه‌شون رو ساده نگه دارن. عکسای بامزه و طبیعی از پشت صحنه زندگیشون حسابی طرفدارا رو خوشحال میکنه. البته اینو هم بگیم که خود سمکر همیشه دنبال دردسره و دعواش با پلیس انگلیس تو ایستگاه پلیس هم یکی از نمونه‌هاشه، جایی که سعی میکرد از شهرتش برای فرار از قانون استفاده کنه که البته موفق نشد. شماره 3: زوج معروف شکیرا و جرارد پیکه. رابطه‌ای که اینقدر رویایی بود از بین رفت. کمی از فوتبال زنان دور بشیم و برسیم به پیکه و شکیرا. خب کی تو این دنیا اسم شکیرا رو نشنیده؟ ستاره موسیقی با اون رقصای خاصش، آهنگای معروفش و صدایی که همه جا پخش میشد. حالا این خانوم با یه فوتبالیست خوشتیپ بارسایی یعنی جرارد پیکه جفت شد. داستانشون از جام جهانی 2010 شروع شد، وقتی شکیرا آهنگ واکا واکا رو اجرا کرد و پیکه هم تو ترکیب اسپانیا بود. خیلی زود رسانه‌ها پر شد از عکس‌های عاشقانه‌شون و همه فکر می‌کردن این زوج قراره تا آخر با هم باشن. اما فوتبال مثل زندگیه، همیشه اون آخراش سورپرایز داره. بعد از حدود یه دهه رابطه و داشتن 2 تا بچه خبر اومد که پیکه به شکیرا خیانت کرده. ولی نکته بامزه اینجاست، لو رفتن پیکه مثل فیلم‌های کمدی بود. شکیرا متوجه شد که تو خونه‌شون یه شیشه مربا هست که فقط خودش می‌خورده. وقتی برگشتید نصف مربا خورده شده، در حالی که پیکه اصلاً علاقه‌ای به اون مربا نداشت. همین مربای لعنتی باعث شد شک شکیرا برانگیخته بشه و کم کم همه چی لو رفت. بعدش رسانه‌ها گزارش دادن که پیکه با کلارا چیا در ارتباط بوده. شکیرا هم با یه آهنگ انتقامشو گرفت. اون آهنگ پر از کنایه و تیکه پرونی به پیکه بود، از اینکه یه فراری رو با یه رنو عوض کرده گرفته تا اینکه کاسیوی قدیمی رو با یه ساعت پلاستیکی جایگزین کرده. خلاصه کل دنیا توییت میزد. پیکه هم مجبور شد جوابای نصف نیمه بده، ولی دیگه اعتماد و رابطه رفته بود. شماره 4: توبین هیس و کریستین پرس.
داستان عاشقانه‌ای که سالها پنهون موند. اگه دنبال یه داستان قدیمی اما شیک میگردین، توبین هیس و کریستین پرس یکی از همونایین که کلی شایعه داشتن و بعدن خودشون بالاخره گفتن بله ما با همیم. این دوتا زن بزرگ فوتبال آمریکا سالها در کنار هم بازی کردن، شریک کسب و کار هم بودن و کم کم رابطهشون شکل گرفت. اما چون هر دو ستاره بودن و فشار رسانه‌ای بالا بود، تصمیم گرفتن زندگی خصوصیشون رو برای یه مدت مخفی نگه دارن. اما وقتی بالاخره اعلام کردن که سالهاست با هم هستن، طرفدارا کلی خوشحال شدن. رابطه این زوج از اون مدلاست که هم شخصی، کاری و هم هنریه. همکاری تو برندها، پادکست و کارهای خارج از زمین نشون داد عشقشون فقط رمانتیک نیست، شریک استراتژیک هم هستن. شماره 5: داگلاس لوئیس و آلیشا لمن. عشق زیر پرچم استون ویلا و یوونتوس. وقتی حرف از زوج فوتبالی میشه، خیلی‌ها ناخودآگاه یاد تیم‌های ملی یا ستاره‌های اروپایی میافتن. اما یه زوج تو لیگ برتر انگلیس بودن که هم رابطهشون تو زمین خیلی داغ بود و هم تو فضای مجازی. داگلاس لوئیس هافک برزیلی استون ویلا بود، بازیکنی فیزیکی با شوت‌های از راه دور و پاس‌های دقیق. اما اون طرف آلیشا لمن ستاره فوتبال زنان سوئیسی و وینگر استون ویلا بود که علاوه بر فوتبال تو اینستاگرام هم به یه سلبریتی تبدیل شده بود. به خاطر اینکه بین فوتبالیستا آلیشا واقعا سکسی بود. اون بیشتر از 14 میلیون فالوور داره و هر عکسی که میذاره سر و صدای رسانه‌ای میکنه. داستان عشق این دوتا از سال 2021 جدی شد. خبر رابطهشون همزمان با حضور هر دو تو استون ویلا پخش شد و خیلی سریع به یکی از سلبریتی ترین زوجهای فوتبالی تبدیل شدن. جذابیت ماجرا این بود که برخلاف خیلیا که عشقشون رو قایم میکنن، این دوتا خیلی علنی نشون دادن. عکسای دو نفرشون، جشن تولدا، سفرها، همه تو صفحاتشون به اشتراک گذاشته میشد و هوادارا هم رسما ذوق میکردن. رابطه داگلاس و آلیشا فقط محدود به روزای استون ویلا نموند. تابستون 2024 یه بمب خبری ترکید. هر دو با هم به یوونتوس پیوستن. لوئیس با قراردادی حدود 50 میلیون یورو به تیم مردان یووه رفت و آلیشا هم به تیم زنان این باشگاه ایتالیایی پیوست. خیلیا گفتن کمتر پیش میاد یه زوج فوتبالی همزمان به یه باشگاه بزرگ منتقل بشن. از دید رسانه‌ای یوونتوس خیلی زرنگی کرد، چون با یه تیر دو نشون زد. هم یه هافبک سطح بالا گرفت، هم یه ستاره محبوب فوتبال زنان که میلیون ها فالوور رو به صفحه باشگاه کشوند. راستش رو بخواید یه شایعه شده بود که داگلاس لوئیس یکی از شرطهاش برای امضای قرارداد این بود که یوونتوس حتما باید دوست دخترش رو هم بخره، وگرنه خبری از معامله نبود. این موضوع هیچ وقت اثبات نشد ولی خیلی منطقی به نظر میرسه. شماره 6: سرخیو راموس و پیلار روبیو. عشق با طعم شهرت. سرخیو راموس رو همه با تکرار بیرحم گل دقیقه 92 تو فینال لیگ قهرمانان و اون موهای بلند و دو مسبیاش میشناسن، ولی بیرون زمین یه قصه عاشقانه داره که کم از اون گلای تاریخی نداره. رابطش با پیلار روبیو، مجری و گزارشگر معروف اسپانیایی. داستان از سال 2012 شروع شد. راموس اون موقع تازه داشت به اوج شهرت تو رئال مادرید میرسید. پیلار هم یکی از چهره‌های پرکار تلویزیون اسپانیا بود. خیلی زود رابطه‌شون رسانه‌ای شد و به یکی از کاپلای معروف اسپانیا تبدیل شدن. سال 2018 راموس بالاخره بعد از چند سال رابطه جدی توی خونه‌شون تو مادرید از پیلار خواستگاری کرد. یه خواستگاری لاکچری که پر از گل و موزیک بود. پیلار هم بله رو داد و اینجوری این زوج عاشق بالاخره به هم رسیدن. و رسیدیم به 15 ژوئن 2019. عروسی راموس و پیلار تو کلیسای معروف شهر سویا برگزار شد. یه مراسمی که نصف فوتبال اسپانیا و کلی سلبریتی دیگه توش بودن. حتی خبر اومد مهمونا رو مجبور کرده بودن گوشیاشون رو تحویل بدن تا کسی نتونه مخفیانه فیلم بگیره. راموس با کت و شلوار مخصوص دیور، پیلار با لباس عروسی گرونش و صدها مهمون VIP. یه جورایی شبیه مراسم سلطنتی بود تا عروسی فوتبالی.